یه جمله الان یه موضوعی بود داشتم بهش فکر میکردم و اونم این بود که میگن مثلا ویوپ جواب نمیده. این لاین ویوپ یکی از شروع سال رسم شده و ابدی بالای ویوپ مونده. یعنی چی؟ یعنی من تحلیلگرم، آنالیزورم، به علت اینکه بالای ویوپ سالانه هست پرایس، میخوام که توی لگ های اصلاحی خریدار باشم. چرا؟ علت چون کنترل الان دست کیه؟ خریدارا. کی به ما میگه؟ ویوپ. برای تایم فریم 4 ساعته، برای تایم فریم 15 دقیقه که من ماهانه رو حساب میکنم. علت من اصلا میگم یک بعد زمانی رو شما که تقریبا میشه، حالا ما ماهانش رو رسم کردیم، من اینجا استراتژیم فروشنده بوده، چون فروشنده خوبی هم بودم واقعا. یه لگ دو لگ باز برگشته رفته این زیر، دوباره اومده خورده به لاین ویوپ برگشته رفته این زیر. واو. و حالا برای من بالای ویوپ ماهانه هست. چه خریدار خوبی بودم. تموم شده رفت. ویوپ من از شروع روز رسم شده، به وقتش سل، به وقتش لانگ. چه سلر خوبی بودم و چه بایر خوبی. پس استفاده شما از ویوپ حتمنیه و بایدیه. و تاکید میکنم شما میخوای بدونی تحلیل درسته، داری درست تحلیل میکنی، ببین ابزارت چی داره بهت میگه. خیلی ساده است. راجع به ایندیکیتور مکدی خیلی خلاصه میگم. راجع به این ایندیکیتور نمیخوام اصلا فعلا بابتش زیاد وقت بذاریم، حالا کم کم میریم تو فاز ایندیکیتور مکدی. زمانی که این لاین آبی مکدی، باید سرچ کنید مکدی واسهتون میاره، اولین ایندیکیتور واسهتون میاره. این شکلی هم هست. کراس داد رو به بالا، لاین آبی نارنجی رو کراس کرد، شما خریداری. خوبه بعضی وقتا، خیلی خوبه بعضی وقتا. اگر مبتدی باشید ممکنه یه جایشو متوجه نشید. همیشگی هم قرار نیست به شما مثلا ایندیکیتور خفن باشه یا بهتره کنه. زمانی که کراس بالا داد و بالا مثلا اینجا برای ما ویوپ از کف قبلی رسم شده، شما پرایس نگاه کن. من از اینجا خریدار بودم، خریدار بودم، خریدار بودم، خریدار بودم، خرید، خرید. چرا من میخوام خرید کنم؟ چون ویوپ هم از لو قبلی رسم شده، از این لو، و کنترل برای من دست خریدارا هست. پس من میخوام خریدار باشم. من اگر از این کف هم رسم بکنم ویوپم رو، به من میگه اونایی که خریدارایی که اینجا وارد شدن زورشون اینجاها رسیده، اینجاها زورشون رسیده، اینجاها زورشون رسیده، اینجاها خریدارای اینجا نتونسته بودن بیان بالا، نتونسته بودن. حالا من ویوپم رو از این کف رسم کردم، به من میگه که خریدارا وارد شدن، وارد شدن، وارد شدن نسبت به این کف قبلی خریدارا. خرید، خرید، خرید.
یه مقدار روی ویوپ روزانم حالا ریپ میخوره برای اینکه فرصت خوبی برای سلرها و فرصت خوبی برای بایر هاست. حالا علت این که اینجا سل بوده الله اعلم، به ویوپ روزانه واکنش نشون داده. چرا؟ چون ما گفتیم زمانی که زیر ویوپ باشیم لاین ویوپ برای ما مقاومتی عمل میکنه. حالا من میخوام که بشکنه برام این لاین ویوپ، شکسته شد، شکست پرقدرتی هم شد ازش، فاصله گرفت از ویوپ. تو این تایم من نظاره‌گر بودم، تو معامله بودم، برات متوجه شدم در عرض چند ساعت فهمیدم الان قطعا من منتظر واکنش مارکت میشم، قطعا. چون شما اینجا میگی خب مارکت ترکید رفت بالا، اینجا فرصت خوبی واسه خیلیا که سل بزنن، اما شما تماما میدونی که کجا دیدگاه سل هست، چون ساپلای شما اینه به صورت داینامیک ها، نه به صورت حالا مثل ترند لاین میکشن یک چیز واضح. داینامیک یعنی متغیر. شما میتونی ناحیه حمایتی ویوپ رو از اینجاها در نظر بگیری که ریجکشن بخوره دوباره برگره بیاد زیر ویوپ، و اگر بالای اون باشه اینجوری هم باید در نظر بگیری که بخواد به سمت بالا بره. یعنی شما میگی من بیاد در جا بخوره برگرده، یعنی توپ شیطونک، نه. داینامیک یعنی یه متغیر به این ور میدی یه متغیر هم به بالاش میدیم، زون خوبی میبینی برای واکنش. چرا؟ چون تکلیفش اینجاها و اینجاها داره مشخص میشه. خیلی وقتا هم بوده بعد مویرگی تاچ کرده برگشته، یه همچین چیزی. این توی 1 ثانیه اینجایی که دیگه پرواز کرده، توی 1 ثانیه 1 بار پرایس رفته بوده روی ویوپ خورده جامپ، 1 ثانیه، تایم فریم 1 ثانیه، ما الان 1 دقیقه، و این توپ شیطونک پرتش کرده. خب ولی توی تایم فریم 1 دقیقه شما نیاز دارید که چند بار این لگ رفت و برگشتی رو ببینید و میبینید. برحال قرار از یه جای رها بشه و میگم شما در جا که از این زون رها بشی متوجه میشی که بله عملیات با موفقیت انجام شد. من خریدارا رو دیدم، حضور خریدارا و حالا من خریدار این لگ بودم، دیدگاه هم کاملا درست، اما دیگه من اینجاها که میبینم یه ریجکشنی میخوره، من چی میگم؟ یا مثلا اینجا وارد شده باشم، چی باید بگم؟ بگم قیمت ریجکشن شد، من تحلیلم درسته، بذار همینجا خارج بشم، این ورود شما بوده دیگه. من میگم اصلا من میگم روی این قله وارد شدی شما، اینجا هم یه چند مقداری استاپی. اینجا وقتی این شکست اتفاق میفته، این کف برای شما گرفته میشه، یعنی چی؟ آیه مارکت من دارم بر میگردم، یه مقدار به شما فومو میده اگر دارید دستی ترید میزنید، مقداری فومو میگیرید، با یه مقدار پروفیت اینجا خارج میشید. اوکی، چه احساس گناهی دارید؟ اینکه الان مثلا به جای ریواردی 1 به 1 مثلا کمتر گرفتید، خیلی هم کمتر گرفتید، احساس گناه داره؟ اینکه یه مقدار در وردی ولی واقعا در وردی، خب چرا باید به تو احساس گناه بده؟ به جای $10 $20 مثلا میگم، به جای $100 $20 در وردی، چه احساس گناهی با پولتو بگیره خارج شو و تو داری میبینی که مارکت داره برمیگرده. مکدی هم داشته باشید. البته من مکدی رو به یک روش خاص‌تری در واقع استفاده میکنم و روی فارکس و کریپتو ممکنه باگ هایی داشته باشد. ببخشید، درسته، روی فارکس و کریپتو. و خدمتتون عرض بکنم که روی سهام امریکا فوق‌العاده است مکدی برای من، و همه ی لگ‌هاش هم استفاده نمی‌کنم. اون جایی که بیشترین حجمو میخوره رو حواسم بهش هست، همین اون جایی که از خودم احساس میکنم تو شروع اوپن مارکت
بیشترین حجم خورده میشه، منتظر میرم حساب کتابه، چون اینجاها دیگه خالص ترین پرایس اکشن رو به من میده. خالص ترین پرایس اکشن مثلا اینجا که من حالا اینجا رو داشتم میدیدم، الان دارم میبینم همین کفه. برگشتش کراس ویوپ اینجا وارد شده بودم، تمام دیگه من ویوپ و مکدی رو میگم فراموش کردم. مکدی رو چرا؟ چون یک بار استفاده کردم تمام. حالا بیام انتظار داشته باشم این ابزار برای من های کوالیتی آنالیز من بشه؟ نه، یک بار استفاده کردم تمام، به دردم خورد نخورد. من ابزار تکمیلی دارم، پس در کنار ابزار تکمیلی با این دیدگاه استفاده میکنم، چون من به هر حال بخوام نخوام باید تاییدمو از ویوپ بگیرم. چرا؟ چون فن ویوپ، اوکی، طرفدار ویوپم، تجربهم تو ویوپ بیشتره. ولی اینکه یک بار در روز، اونم کی لول، یعنی یک حرکت مهم رو بخوام یه نگاه بهش داشته باشم، بله استفاده میکنم. بسیار خوب، امیدوارم که ویدیو امروز مفید واقع بشه. میخواستیم راجع به مکدی صحبت بکنیم، ویوپ و تاثیر ویوپ روی پرایس و اینکه چقدر میشه به ویوپ تکیه کرد. من واقعا خوشحالم از دوستانی که از ویوپ استفاده میکنن. چقدر خوبه این ابزار، چقدر خفن این ابزار، چقدر ما ندیدیم این ابزار رو تو ایران ها، چقدر این خوب بودنه حس میشه تو این ابزار. چرا؟ چون این سادگی، ببینید سادگی یک ابزار برای یک عمر. حالا تو بیا نمیدونم فلان کن، آقا دو تا فرضیه برای این در واقع ویوپ وجود داره: بالای اون خرید، پایین اون فروش، تمام. حالا از شروع سال، شروع ماه، روز، هفته. امیدوارم که این ویدیو رو دوست داشته باشید. میبینمتون.